ولی بعد 3 طلاق داده را نمیتونه. بسیار بسیار بدبختی است که امروز جوانای ما همین درو از 3 طلاق آغاز میکنن. شما وقتی بسیار ناراحت شوین جواب شدین خانه‌اش رو روین در خانه‌ش هم پرتینش، یا بسیار غضبناک شدی بگو که 1 طلاقت کردم. بسیار اگر برای تو لازم باشه طلاق کردن نمی 1 طلاق کن، زیرا این غضب دادر عزیز نمی 1 ساعت پس 1 روز پس میگذرد باز تو میلی به همون زن میکنی. 99% تون پشیمان میشوی. 99% همونایش که زنک در حالت حرامی قپیدن یا از او در بدتر در مثال زنا را روبرو شدگیان، هموناش دیگر نمیبخشند. هموناش مثال طلاق کردن دیگر گفته خود چون که من از شکلش هم بیزارم از کارش هم بیزارم دیگر من با اون نمیخوام، طبعی من دیگر با اون نمیکشم. ولی 99% شما برادرای عزیز بعد 3 طلاق پشیمان میشوین، بعد دیگر پشیمانی برای شما فایده نمیکند. بعد شما بعد آلوده کردن او با کسی دیگر بعد با میگیرینش. برای من خوبش همینه که 1 طلاق کن اگر چقدر ضرور باشه. حالا که طلاق نکن دادری عزیز، طلاق نکن، طلاق حاجت نیست، طلاق حل کار نیست. بسیار خسته و مانده شدی از خانه ببرو از خانه برو. 1 لحظه تا نصف روز تا بگان نیا. نکنین طلاق دادر عزیز. این به خدا قسم خدمتی در دین نیست، ضرری در دینه. جوان عزیز فقط ضرر میارین، فقط بدبختی میارین. ابغض الحلال الی الله الطلاق است. ببینید بدترین حلال ها به سوی خدا طلاق است. بدترین حلال. نکنین طلاق هیچ وقت. اگر شما اخلاص و محبت به سوی ما داشته باشید، ما را حرمت کنید. حالا که آنچه که من برای شما میگم قال الله میگم و قال رسول الله میگم، از عقل خود مال عقل گرایی نکردم. برای شما توصیه میتونم دادر عزیز زناتون دوست دارید، زناتون حرمت کنین، به قدر زناتون رسید. آخه زنا را امروز ببینین با شلنگ میزنن، با قمچین میزنن، با آهن میزنن، با چی چیزای زنها را امروز موردی زدن قرار دادین. برادر این ظلم قسم به نام خدا ظلمه. شما کمتر انصاف دارید یا ندارید؟ حتی اگر شما را دلالت کنه پدر و مادر دلالت کند بچه‌ام مثال زن تا بزن، ولی بسیار پدر و مادری که مثال دلش تر میشه وقتی که کلیم زده میشود، دلش تر میشود. بعضیاش با چی میگم بچه‌ام اگر بخوای که دعای من مادر پیر بگیری انم رو مردنی میزنی من دعات میتم. با نام خدا اینم طریق گفتن جوان میام میگه نمی بچه‌م میگه نمی دعات میتم وقتی نمی زنه که میزنی من دعای مادرم میگیری. هنمی خیل دلالت‌ها را شما تماما قبول ندار. بگو میلش برای خاطرش بگو میلش بگو نصیب باشه بگو همین شوا با درجه زدنش فکر نکنی چقدر میخواد میلش بگو هم مادر تا خرسان که دیگر چیزش نگو. برای بسیار به خدا بدبختی دادرای عزیز هیچ وقت شما مهربانی کنین، دوست داریشون کنین، حرمتشون کنین. خیلی زنتون یا خداوند شما را و عاشرون بالمعروف میگه. شما زناتون زندگی خوب کنین، زندگی نکنین، دوست داری کنین، حرمت کنین. خب ولی ببینین شما با اگر انسان چگونه که با پدر و مادرش هم تا دستش دراز میکنه و سلام میکنه میگه السلام علیکم، پدری بزرگوار یا مادری دلسوز همین تا دستی مادرش یا پدرش بوسه میکنه، ولی دستاشون از یکدیگر جدا نشد که خداوند گناه همو فرزند میبخشه. به خاطر که دستی پدر رو بوسه کرد، دستی مادرش رو بوسه کرد یا دستش دراز کرد با مادر با یک سلام خوب. انمین حالت اگر انسان در زنم کند، پیامبر گفتن اگر دست در دست زنت گذاری و مثال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگوی، تبسم کنی، زنک خوبی، نغزی، سلامتی، ای خدا تر نگاه داره، خدا سرت ایسان کنه. گفته هم تا اگر دعا کردن بگیری، پیامبر گفت اولی دستا جدا نشده خدا گناه هر دو تا میبخشد. ببینین این فضل بینه که انسان کدام وقتی دست در دست زنت میتی، زن تا دوست داری میکنی. برادر عزیز برای همین شما دوستدار باشین. خیلی که پیغمبر با دوست می‌داشت. ببین پیامبر گرامی گفتن حبب الی من دنیاکم ثلاث،
من دنیاکم. اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله تعالی عنهم وقتی میگفتن از دنیا سه چیز دوست می‌داریم، رسول اکرم هم گفتن از دنیای شما منم سه چیز را دوست می‌دارم. ببینید عظمت دنیا را پیامبر گفت دنیای من نیست. گفتن اللهم لا عیش الا عیش الاخره، من از این دنیا بیزار هستم. گفت برای من راحت و برای من سعادت اون دنیا در کار است. گفتن ولی از همین دنیای شما گفتن سه چیز دوست می‌دارم. یکم چیزی که گفتن چی بود؟ زن. گفتن زن را دوست می‌دارم. آخه برادر عزیز، دوست داشتن پیامبر زن هم این معنی داره. آخه کی زن باید دوست بداری؟ با دوست داری هم هست. آخه گویم که تا مجبور کنن، نه، همون حق دوست داری هم داره. آخه چقدر خدمت‌های شایسته از جانب زن در مردها میشه، یا برباهاتیه. برای همین سه چیزی که پیامبر از دنیا دوست می داشتن، یکی خوشبویی بود، یکی نماز خواندن بود، یکی زن دوست داشتن بود. برای همین وقت پیامبر ما که دوست داشت، ما نیز باید دوست داریم. خداوند همه شما را عمر دراز و تن صحت و ایماناتان خدای مهربان کامل